مهندس نگاه اینجوری داره؟ آره بلیز چیکار کنم؟ بشون یکم وقت ما رو گرفت. بعد جاش نیست نی؟ نگاه کن این از من جاش نیست خب تو اینو بری بالا این میفته رو اون ها داستان هم نمید پایی کاری کمتر ترجیح کن بیا همینو بزنه اینو فقط میخواد یا 5 یا 10%، 5%. میشه چون این نیست دیگه باید جداش کنه این وسطی در 3 این وسطی رو عنوان کافه 10 بزن. آره چون تو الان غریزه شده اونو میبرد به جون کافئین داره. باید بسیار جواب میگرفت این دیگه جواب نمیدید. من میخوام برم یه دونه کیک بیارم. برو بیا. من نه بچه من این چیزی فهمیدم من این شیر فندقا خوردم احساس میکنم یه چیزی یه اذیت کنی توش هست ولی نمیدونم اسانسشه. یعنی چیه چیزی اذیت کنی؟ یعنی اذیت میکنه. شما باش مشکلی نداری؟ نمیخوری؟ تو خورده مشکلی نداشتی؟ منظور چه اذیتی؟ کجای بدن اذیت؟ منظورم اینه که یه خود فندق نیست انگار مثلا. آره معده‌ای آره. دلم یه چیزی که نمیخوام. یا سم توش میریزن. پیرمرده گفتم چه میگو؟ پیرمرده میگو من پیرمردم جوون هی برم میگفت جوون من تو پیرترم همه نظری نمیخوری خب یا میخوام برم براتون بیارم نه بخون من نمیخوام من میگفت یکی اومده قارچ خوش شده تو پلاستیک همجور برم داریم بعد میگفت من پیرزنی میترسیم بخوریم یکی دیگه اومده رو گفته اینا یا مخدره یا سمیه یا طبیعیه خب برشی اصلا بخوری بذار کنم
خاصیت داره. چی شد یه نفر خواست به این پیرمرد داده بود خب آره آشنا. من میگفت من میترسم واقعیتش بعد بکنم. من زنگ زدم خواست ببینید مثلا این قاچش من چجوریه میگفت شما اونجا تستشو که می- دود. چقدر مگه یک کیسه بیشتر بوده میدونم چقدر. بعد میگفت بعد به خاطر خاصیت ماسیتش مثلا گفته بود خودش. این میخواد از اون خاصیت‌ها استفاده کنه ولی سموم وارد آدم شه. من شماره بهش دادم. چه پیگیر بوده خیلی پیگیر بود. جوری بود نگفتم مثلا برو فلانجا میگفت نمیشه تلفنش یا آدرس رو به من بدی. منم جوونی کردم و براش خدمت حتی آزادی براش انجام به آمریکا مثلا یه نفر یه پاش بهش داده بعد زن رفته یا آزمایشگاه پیدا کرده میشه بیکاریه. حالا حسنی میگفت این داستان داره گفتم چی؟ گفت ممکنه یا زنه با این مشکل داره یا این با زنه نمیخوام بمیرن ممکنه واقعا معصوم باشه چی قارچه شاید به کسی شک داره همون شاید طرف زنش بوده اون انبار و دارایی پیرمرد بکشه بالا قبلا نکن یه نفر که این شریک زندگی آدم میتونه چقدر بد باشه مشکوک باشه واسه یه آدم منظورم خاطر سمیتیا. شما هیچ وقت با شرکای زندگیتون شک نکنید ها منظورم این بحث اگه ناراحتیتون کردم حلالم کنید خدا شکر من ناراحت جرمش نیست. تو حق من ناراحت نمیشی ناراحت کننده نیست برام. دارم در واقع شریک زندگیتون صحبت میکنم در واقع آدم غریبه صحبت نمیکنم ما به شریک زندگیمون اعتماد داریم 10 سال دیگه هم میبینمتون باز این اعتماد هست یا نه 20 سال دیگه قارچ سمیه را کجا میشه تایی کرد؟ این پیرمرد آدرسشو میپرسیدی نیاز میشه حالا شاید در آینده. امیدوارم 20 سال دیگه هم باز این سوالا همینجوری جواب بدید که من اعتماد دارم به شریک زندگی بچه‌ها 20 سال دیگه هم هنوز هستی؟ نمیزنه؟ 10 سال دیگه. تلفونه؟ 10 10 سال دیگه نمیزنه؟ چیکار میکنه؟ واسه‌ای نه ما کاری به اون مردم نداره سران رو میزنه نه به یه هستی بزنه یکی کنه تمام شه دوباره نو جوونه بزنه. نه این کارو نمیکنه شاید ما شده نه بیادبه. تیرونه بابا بمب اسید بیاد بزنه این چقدر طولشه باشه بالاخره ما راحت میشیم که من یه راه راحت‌تر دارم پارچه سمی هست میشه گفت خیلی نه جونسی آدرسشو بپرس می‌بینی که بازم حداقل شما تلفنشو میگرفتی نگاه کن این رو لیبلش نوشته ویتامین دی 4.5 میکروگرمه خب توی 200 خب ما الان پی پی امش با پی پی ام جواب آفرین ببین چیکار کنم خب 4.5 ما میگیم توی 200 مل ما توی 1000 تا آفرین میشه اینقدر خب طبق حسابش کن شد اینقدر دیگه اینقدر آره حالا دیگه تو 21 ساعت 21000 بزن 20000 بزن خب ولی توی اینجا 18 صدمه نگاه کن 18000 و همینا رو بزنم دیگه اینا رو باید تغییر بدیم هم با جدیدشون آماده بنیم نمیدونم میگم این خودش مثلا گفته این قدره خب اینه دیگه خیلی لبنیه شیر تمدار میتونم دور نیستن شیر تمدار شیر کاکائو نه شیر غیر لبنی هم خب غیر لبنی رو باید به کدومو بریم با این کاله یاد باشه این چی اینجا نوشته بود این ماجان اینجاست این ماجان خب این کاله از من شیرمرغ سیفود فرنگی با این دیگه این شیرمرغ خراب خشمش هم خوب نیست خرابش بابا این خودش خیلی مرتبه هر دفعه یه گول این زده یه چیز شده خب سانه صدا شد کاله خب میشه 22 نه تو بایی نداری؟ مثل شیرموز آره و غیره شیرمرغ فرنگی ها خب این کاله این میشه خب. کاله این ماجان اونم شیر بادم شیر فندا خودم وارد نگاه کنه این ماجان که مشخصه انگار خیلی مرتبه این خودش این غیر لبنیاست خب اینا غیر لبنی ها میشن اینا لبنی ها میشن اینم یه تر شد تصویرش میکنم برای نگاه کن
اولا دست برو کافه اینگیری شده هست این یارو در نزدی؟ نه باید بیشترش کنم بیشترش کن کافه اینگیری شده هست اگه نظرم به نظرم یک بزنم 1 گرم بزنم 1 گرم 1 گرم درست خانم بابا اینجا رو خراب کردی دیگه بابا کجاش چرا من خراب این همه شده؟ جواب دادم یه بار کجاش مشکل خراب نداره. شده؟ این غیر لبنی چیه؟ لبنی چیه؟ خب اینا میگه اشتباهه خب پاک نکن پاک نکن اینا غیر لبنی ها دیگه ببین کارامل و نوشیدنی شکلات هم که اینه آره. اینا ماجان هست اینا پیچ اینا ماجان هست این احتمالاً واسه چیه؟ خب اون چیه؟ خودش گفته شیر بادون نه دیگه خب آره اونو میدونم نه میخوام بگم این چیه؟ که باشه من چه کارش این داره؟ وقتی نداریش چه کارش داری؟ اون نمیخواد بدونم شاید یه دفعه دیگه خب شاید اصلا نمونه هر موقع اومد جزء اینا نبود میشه آقا وقتی لیبل داری من الان برم سراغ این دیگه ببین این 22000 میشه با آره تو مثلا بزن 21000 چرا اینو خط زدی الان اینو الان چرا خط بعدا زدی یه اشتباه یادم میفته نه خب اینا غیر لبنیه دیگه ببین اونی که لیبل داره با مشخص اینجا کدومه اون بیا بزن خب میدونم میگم مثلا الان 22000 بوده منم مثلا اینو بزنم دیگه قابل قبوله دیگه اینا آره اینو خواستم بگم خواست اینجا بهم گیر بدی ها چرا خوب شد که درست انجامش دادم نه درست انجام دادی ولی گیر خواستی نمی‌کنم. بهم گیر الان داشت نه. فکر می‌کرد میگفت بلد نیستم من بهش گیر میدم الان اصابشو خراب میکنه ببین این کالا ما باوری اووردی 22000 تو رنج اینه دیگه اذیتمون نکن دیگه ببین تو لیبل زده میشه 2200 تو رنج اینه ویتامین ایش هم همونجور 2 هفته هم تو 200 میشه 13 تو رنج این بزن بده خب آشو از کجا بیارم آقا من خواسته ازت آره یه دونش هم آب داره آ خب آب تو نداره اینو آب ازت نمیخوام این نداره خواسته تو کدومه کدوم همین خواسته کدوم هم شماره 3 شو اینه خب اون چیه خان باقی وایسا نه اینا رو نخواسته خب دیگه وایسا ببینم این خودش توش آب نداره آ زده اونا میزنه آشو خب بذار آه، از این برای بعد من اینا رو اذیت جواب کنی. میدم برای بدونم چی بشه من الان نمیدونم اینقدر بلد شما جواب میدی میگی ایشون من جواب دادم ها مسلط نیستی خب بیا قبولی ندارم برم منطقی فعلا باش 1 گرم رفت میکنم آدم منطقیه میخوای بیا جواب بده من بازی کنم من میگم فعلا ستاشو بس کنم به نظره یا یکی نه یکیشو واسه کن کدوم واسه بدم ولی خب زمان برم هست 20 دقیقه تو کنماری باشه نمیدونم چیکار کنم آها میگی یعنی یکیشو آماده کنید ممکنه چی بشه ممکنه بعد لازم باشه اونی کارم آماده کنیم ولی اگه 1 گرم وزن کنیم خیلی کمه نمیدونم نه ثانیه هم گفت 2 دهم واسه کن زنگ به ثانیه به ثانیه زنگ بزن میخوای دو میارم البته فرقی نمیکنه همینه دیگه شرایط چی بهش بگم بگو 2 دهم که گفتی از این نمونه ما بحث